توای جلتی تاجیکستان. فکر نکنه که فقط خیتای داره، تاجیکستانی ما هم داره. انا برادر عزیز بخشیم کم کم دویده اومدیم، نفسم گرفته است. اجازه سری فوتیا خونک میگیم ما. او باشه دیدین؟ او باشه. سلام با کل هموطنان، با کل دوستان، با کل تماشابینانی کانال دوست مراد شریفوف. همه شما را سلام خدمت میرسانم و در اینترنت تماشا کردم که در یک جای خیتای نشون دادن با بالای توسنگا میگذرن. حالی ما شما ما هم خیلی توسنگ داریم. توای جلتی میگیم. یعنی توای جلتی یعنی جلو میته. توایی که جلودار. وقتی که باران میباره او خیلی با بالاش میریزه آب شورون. هم دور جلو داده میستن. یعنی ما شما را نشون میتم. البته که خدا راضی باشه یک جای بالاش میریم. با بالاش باری که کایم چه که در خیتای میدیدم باری که بالاش ودمون رفته استیان. ما افسوس که هلیکوپتر ندارم. نکیم یک جای میریم ما میتونم که شما را نشون بدم ولی بیستین. اینا دوستان عزیز لب آبانباری سانتودا دایم. انا میجدا توسنگ که میبینید انا می توسنگ. انا می توسنگ. من میدونم اینجا خوش رو میبینیم نمیبینین شما. از یک جای میریم اینا دایرو میگذاریم میریم انا مرا ما بنوار میگیریم ای بولوش توای جلتی یک جای میریم. اینا دوستان عزیز الکی اومدیم کشتیمونو تیار کردن کشتی چرمونو. ان شاء الله که میشینیم و همچین میکنیم. چی گفتیم محمد جان؟ تمام. تلکن پوچون. یا بسم الله. خب اوسش میگذارم. اینا برادر عزیز جای شتنکی ما جای پیرالزنکی ما میریم دیگه. تمام. بسم الله الرحمن الرحیم. اینا خیلی پیدار میزنیم و رفتن میگیریم اینا. میریم توی جلتی و هفته وشته وقت سلخینی ده انشالله که میریم اینه یک جای توی جلتی. این هم خیلی دوستانی عزیز میره مایده هی یعنی بلوده توی جلتی هی اونم تو سنگای میبینه توی جلتی های. ولی انشالله که من ای بلوش میرم بنوار میگیرم بعد شما لبی آبانباری سانتودا دایمینه گید بگید آبانبار اینه برادرای عزیز اینه اون بالا بری هم طرف نوراج میدیم رفتن میگیریم اینجا. خب دوستان عزیز در بزرگیتون صدقه اینا گذشته میجا اومدیم اینجا خیلی این طرف دایره اینه خمیش زور کتال اخر میکنیم که شب نشود. چی گفتیم برادرو؟ یک جای میبروی میریم. برادر عزیز کم ترک شب نشود گفته دویدو من راستی گفت اجازه سری فوتیا خونک میگیم ما سری فوتیا خونک ایتا میبینیم اینو درای میبینیم اونجا کلتا درای اونجا اگر هی بگو اونجا هم هی میگل یه روز البته که برای شما ما برنامه میکنم برای عکس صدا میگن که صدا دادن که اینجا هم اینه تو سنگو اینه برادرو راست دیگه بگم درنده ما کلاس کشته میگشتیم درندرین نیم تو سنگو اینه میجوده کلاس کشته مولونی کلا اینجا جای مولونی ما هی انم توی که میبینید توی جلتیه حالا البته که من میرم و روز دبری مقصد افسوگر می بعد بود نمیشید انا کوز ان شاء الله که میرسیم. اینا جوری جانم که باشن اینا قریب اومدیم توی جلتیه این طرفش اون طرف جری بچه‌ها اینا شرشرکای دیده استن کو انا در بهار و در زمستان اونجا والاس کردم میستن در شب هم که باشه مهتاب شب باشه والاس هم آوا میبینی بعد توی جلتی میگن اینجا دین پودا این طرف مولی مایده اینا برادرها اینا برادر عزیز اینا تو سنگایی که شما میبینید اینا اون طرف کوی سرسرک این طرف کوی مومی شیر بیبی اینا برادرها رفتن میگیریم. اینا برادرها تو سنگا دیدین این تو سنگا خطی میبریم همیتا انم سری انم که میریم انمی که انتا با بلوش راه باری که دورا میگذاریم. حالی از جای خدا نصیب شام نشیده تیز بریم. انا برادر عزیز بخشیم کم کم دویده اومدیم نفسم گرفته است. ادریزات این همی درخت این هم گیاهایی که شما میبینید همش مهری گیاه میگن کو اینا چشم دورا وقتی کودک بودیم اون میچیندیم
هفتش در گردنمون کشون میکنیم چشم نرسه گفتم اگر کسی کرده باشه در یادش هست مهری گیاه انمی مهری گیاهش برادرها اینیش بادومن بادومایی که تلخن اینا بادوم اینش پیستا در جای ما بادوم پیستا توخ اینی چی میگیم شولاش زرنگ ایش زرنگ همین درخت ها بسیار میشوند جوی ما زرنگ و شولاش و بادام و پیستا اینه پیستا برادر عزیز یاش پیستا خب باور کنید خونه اینه پیستا ما پیستا چیندگیم با قدرت خدا اینه انا برادر عزیز خب باور کنید خونه اینجا گوره میگن یعنی گوره گوه میگن اینجا این پوده خوبه اینجا های وقتش گوره میگفتیم های وقت اینا گوه اینجا استراحت دارن نه برادر بچه حق کس میکنه این مشقی زل مشقی در جای کار سیر 2 سال خدمت 5 سال اینستیتوت که های بچه ها که های اینا گوه استراحت دارن اینجا گوه نم گرفته است برادر عزیز عذر زیاد ما دویدیم شاونا شاه گفته که برامدن آسان است خودتون میدونید این هم تمیر موزی همجا شما قیچی نمیکنم هم پیش توی جلتی میبرویم این هم پایون در بحر این طرف در دهی سنتو در این آبانباری سنتو در هم تمیریم این هم شما در نشون میتون بیم رفتیم خب اینا قریب آمدیم یک جای میبرویم میریم اینجا بزره های پیره ها میگن خوب پیره های تقدیر دیدگین اینجا جای انم پیره های تقدیر بزره های خب تمیک زری دیدیم بچه ها پیره های تقدیر رو دیدیم تمیک زری بسم الله الرحمن الرحیم هاف میای این بالای وطنم جلدره جان این آمدیم توی جلتی دیدیم بچه ها توی جلتی را حالا ما شما با بالاش میگذارم تماشا کنیم این طرفش بخیره این طرفش وای نیست او طرف خدا نگاه بداره این طرفش بخیره با این جاکام بخیره بچه کو اینجا احتیاط نیمی حیات اینجا ما برای چه پاچلج میایم که برای چه پاچلج میایم که آساد تووا پاچلج خشرو میقپه چه موزه چه کراسوفکی چه وای دیگه شو پاچت خشرو میقپه در همین تووا سنگو این تووا سنگو رو وقتی پخسه گریسه در بالاش نان میپختن با بامون فهمیدم برادر اینا اینجا در پایکچه کردن جای پاچه اینا جای پاچه مقصد جای پاچه کردن که آدم نشولپی گفته نه خجا دا میشولپی میگن خجا دا ملش پی میگن نه خجا دا چرتی دم میگن هر خیلی برادرو انا توی جلتی دم اومدیم خدا را شکر انا جاش جونم نه مونتاژ میکنم نه خرچی اینا این طرف که یوونه اوسه یوون این طرف اینا انا بچه‌ها توی جلتی رو این طرف اپاسنوک اینا برادر نم تورتوری نم توانم تمیگذاری میری دیده استه ها انا که ما پوچلج میکنم و میگذارم میرم شما تماشا کنیم برادر خب اینا جانم اومد بیا محمد جان بیا اول من میگذارم بعد خب اینا برادر رو میریم بسم الله الرحمن الرحیم اینا توی جلتی انا برادران عزیز یا پوچور این که بالو میکنیم که اگام چیده کشپایی نخریم خدا نگاهبان من توی جلتی یک جای میریم رفتیم برام که پوچلش بگیم که پوچا با قپده این پوچلش ترمز هست اینجا یک خیلودم همین یک خیلودمش خدا که
آها روزا نشونت آمادگی نباشه اینجا عجل ایده عجل اینجا فقط باید آمادگی باشی خب تاوای جلتی تاجیکستان فکر نکنه که فقط خیتای داره تاجیکستانی ما هم داره نه برادرها این سلامت باشه من خودم کامera میگیرم برای شما چیز تماشا کنید یک جای میریم رفت این دسته انا که جوری جانی ما که باشی میریم رفتیم او باشه دیدین او باشه توکلمون به خدا میریم باشه باشه نه تو جلتی را هره خوی بخری والله اکبر دیگه نمیوانتا یک میکوان نمیوانتا و چرز کارگاس میوان گفتم که میکوان نمیوانتا با چرز کارگاس میواند که همینجا خوبی هم در اوده که جویده کارگاس تو میخوره میگن او همجا چی که پیاست ما میویم بسرد برادرها دیدین فکر نکنین که فقط خیتوی داره یا که یپونی داره تاجیکستانی ما هم هر یک جا داره let's go come on welcome came to تاجیکستان اینا تاجیکستان برادرای عزیز این طرف بحر بین حلاوت بحر اینا تو میخوریم اینا توی جلتی بینی توی جلتی دیم برادرها اینا با ما شما دست بنوار میگیریم نشون میدم او با انجام توی جلتی را دیدین هم تا سرسری جر و نگنوک تیپه و تمه خیزی میری رفتیم همه جون خیلی مختون ببینید اینا سری جرده ایمازی خیلی دوستان عزیز توی جلتی را هم دیدین اینا هم تمیایی و اینا هم تا بزراهای بگیم ده هم تمیایی هم تمگذاری میری خب اینم برادرای عزیز خب این توی جلتی های برادرها توی جلتی انا دوستان عزیز ما چی گفتنیم این تاجیکستانی ما جاهای داره جای نو تکرار اینا دیدین تو سنگی جلتی یعنی جلو میدودگی در جلتی اینا برادرها تو سنگ جلتی را یک جای تماشا کردیم خدا نگهبان همت و ما نام برام زنده باشم با شما وعده میکنم که البته جای تاریخی تاجیکستان نه اینکه تاجیکستان تمام دنیا را گشت و گذار میکنیم و تنها برای فارغ بالی هر یک کدام ما که کم یک وقتی که در این دنیا داریم وقتی خالیگی داریم چیزای خوب و خاطرمون رو تماشا کنیم و حلاوت ببریم
باقی سربلند خوناباد باشین. خدا نگهبانتون دوستانم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. پدر و مادران، برادران عزیز، بهترین خوشخبر برای شما با درخواست بسیاری شما برنامه استاندارد، یعنی با شرایط بهترین اعلاترین برای شما پیشنهاد می‌نماییم. برنامه 14 روزه $1390 چی برای شهروندان روسیه باشد چی برای شهروندان تاجیکستان. الحمدلله با شرایط بهترین، مهمانخانه‌های نزدیک، مهمانخانه‌های بر هوا و الحمدلله بسیار تحفه ها از حساب شرکت در این برنامه داخل می شود. ادا نمودن عمره با سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم، راه بلدی با تجربه، زیارت نمودن تمام مقدسات مکه مکرمه یک روز دیگر باشد، زیارت نمودن شهر طائف و ادا نمودن عمره دوم از حساب شرکت برای شما تحفه. یا اینچنین زیارت نمودن شهر جده، بحر سرخ و اینچنین سواری کردن در کشتی که در بحر سرخ از حساب شرکت نیز برای شما تحفه کرده می شود. الحمدلله اینچنین 4 روزی که در مدینه منوره یعنی عبادت کردن، زیارت نمودن مسجد رسول الله صلی الله علیه و سلم، زیارت نمودن روضه الشریف، جنت البقیع و دیگر مقدسات مدینه منوره با راهبردی با تجربه، با راهبردی تاجیک زبان. الحمدلله یعنی تاجیک زبان، زیارت نمودن باغ خرما و یعنی در آنجا ضیافت از حساب شرکت نیز برای شما تحفه کرده می شود. اینچنین برای هر یک حاجی 5 لیتر آب زمزم تحفه می باشد. احرام برای همه حاجیان مرد احرام تحفه از حساب شرکت، برای همه اینچنین سمکه ها تحفه از حساب شرکت و کتابچه های برای تیاری دیدن به حج عمره از حساب شرکت برای همه تحفه کرده می شود. مقصد ما شرایط بهترین فراهم آوردن برای ادا نمودن عمره شما. الحمدلله این بهترین فرصت را از دست ندهید. در شبکه یوتیوب ما محسنون ابونه باشید، چون که از همه برنامه‌های ما خبر باشید و الحمدلله احکام، ارکام و درس‌های تعلیمی عمره را نیز از خود نمایید و الحمدلله با رقم‌های زیر اکران در تماس باشید. جای خود را در این برنامه دریابید و در دیگر برنامه‌هایی که از $1200 آغاز می‌شوند. الحمدلله شرکت حج عمره سنتر همه وقت در خدمت شماست. واقع در امان الله. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.